من زیاد تاکید میکنم که دویم همکاری و یکدیگر فهمی باید باشد. چرا من تاکید میکنم؟ به خاطری که هر کشوری و هر وطنی، هر جایی وقتی که تمام قشرهای جامعه وقتی که با هم دست به هم میدهند، همکاری میکنن، هیچ فتنه‌گری، هیچ دشمنی جای پای ماندن، جای قبیدن نمییابد. برای همین ما و شما در یک عصری خیلی حساس، نازک و خطرناک قرار داریم. دیده ایستادیم که بعضی کشورها رو یعنی تیر توپ بالای مردم باریده ایستاده. دیگر یگان قانون بین المللی بود دیگه. سازمان ملل متحد و شورای امنیتی سازمان ملل متحد هیچ قانونی دیگر وجود ندارد. برای همین در یک حالت قرار داریم که فقط گپ سر اون ملت که باید که ملت، دولت، خادمای دین، همه مردم باید که متحد باشند، سرجم باشند، دست به هم بدهند تا اینکه پیش تمام خطر و تمام فتنه و تمام ضرر رو بگیرند. حالا اون کشوری که رهبر دولت ترور شد یا چندین ژنرال ها ترور شد، اگر از بین خود خواهی نمی داشتن هیچ وقت اون ترور نمی شدن. همین است خیانت. حالا اون خواهی هم حتمی جزایش را می بیند، لیکن ببینید که چقدر مردم آسایشته آسیب می بیند، ضرر می بیند، چقدر چندین سالها عقب می ماند. چطوری که کشور ما و شما هم در همون جنگ شهروندی برادرکشی چقدر ما عقب ماندیم، خیلی ما عقب ماندیم، لیکن الحمدلله الان فضل پروردگار و مهنت و زحمت و تلاش‌های دائمی پیشوای ملت یعنی تا یک اندازه رفته ایستادیم. در اصل یعنی از صفر شروع شد. یعنی وقتی که حکومت تأسیس یافت از صفر، یعنی همه چیز رو از صفر شروع کردن. برای همین دوملای محترم از این شروع علما در این مسئله خیلی خیلی بیدار باشید، خیلی هوشیار باشید، خیلی زیرک باشید. بعضی فکر میکنن که اگر این شود بو شود که چی میشود؟ نه همه فتنه است، همه ضرر میبیند. برای همین یعنی همه باید متحد باشیم، همه باید دست با هم بدهیم. هر جایی یک خطری هست یا یک خبری هست سری محل باید که پیش راهش گرفته شود. چرا که هر جایی که یک ناآرامی میشود و فایده یعنی اون قوای بدخواه میشود و فایده اون ملت دولت نمیشود. هیچ وقت نه مخالفین اون دولت فایده میبیند، نه موافقین اون دولت فایده میبیند. فقط یعنی اونایی که چکار میکنن فایده میبینن همون گروه بدخواه هستن که از روی نقطه رو ناآرام میکنن و برنامه‌های خود رو جاری میکنن و سلاح‌های قریب یعنی قریب که به اصطلاح سپیست شده یا که از کار برآمده رو با نرخ‌های گران میفروشن و درآمد هنگفته به دست میارن. این بسیار مسئله خطرناک است. برای همین دویم باید متحد باشیم و باید یکدیگر فهمی این همه باشیم. چرا که حدیث هست میگوید که صنفان من الناس اذا صلح صلح الناس و اذا فسد الناس. دو گروه مردم است اگر اینا اصلاح شوند، مصلح شوند، مردم همه کامیاب و موفق هستند. اگر از اینا گروهش اگر فساد یا بدخواه شوند، مردم همه ناکام می شوند است. اینا کی هستند؟ العلماء و الامراء، علم و امیرو، یعنی دولت دارو. خدا کنه که همیشه بین علما خود، بین خودشون و بین دولت دارو بین خودشون و بین علما و بین دولت دارو همین اتحاد و اتفاق و خصوصا وحدت ملی ما باشد. خدا خواهد انشاءالله همه خیر برکت الهی وجود دارد. بعضی ها همین فرصت رو سوء استفاده میکنن
همین رو در مسجد گفتن حتمی باید که پیش از این 2 روزی دیگر تراویح داریم، که تراویح دیگر هست و دیگر نماز شام فرض کردیم. آدمایی که هستن یا که دیگر وقت نمازو باید تاکید نماییم که از همین فرصت سوء استفاده نکنن. هستن بعضی سرکاری به انصافی که حالتهای جشنی خصوصا ایدو رو سوء استفاده میکنن. احتکار یا که برداشتن نرخ بازار به طور صنعی این حرام است و گناه عظیم است. یعنی پیامدی ناکامی و بدبختی دارد. یعنی ما وقتی میگیم حرام است با یک کلمه جنبست نمیشود. هر حرامی صاحبش رو چی در این دنیا چی در آخرت ناکام میکند، بدبخت میکند، مفلس میکند. همونی که همین فرصتهای مبارک رو سوء استفاده میکنن، حتمی به ناکامی ها و بدبختی ها خود رو میبرند. شیطان غافلگیرشون میکند. فکر میکنن که اونا که دیگه مبلغ زیاد به دست آوردن برد کردن. نه، و اون مبلغ مدامی که با راه حلال باشد، اون مبلغ با راه حلال برکت دارد. مبلغ با راه حرام و به انصافی و با ظلم به دست آوردن حتمی صاحبش رو بدبخت میکند، ناکام میکند. باید در همه دولای محترم خصوصا از روی شروع علما، یعنی در تمام مسجدها این نظر رو باید که آشکار روشن، یعنی به تفصیل بیان نمایند تا اینکه همون بفهمد که بیست که من در این ماه مبارک که رمضان 1 ماه روزه گرفته ایستادم، همین رمضان من تباه نکنم، رمضان روزه هم رو تباه نکنم. برعکس داریم الحمدلله بعضی صاحبکاری داریم که چند فایز با مناسبتی ماه مبارک رمضان و چند فایز با مناسبتی روزی عیدی سعید فطر، یعنی نرخ اشیای خود رو ارزان میکنن و اجر و پاداش عظیم به دست میارن. در برابر این باز 11 ماه دیگر در کسب و کار و تجارت و اهل و خانواده و فرزندانشان میبینید که برکت هست، برور هست، کامیابی هست. یعنی این همه رو میارد. هیچ نیکی، هیچ عبادت به تأثیر نیست. حتمی هر چیزی تأثیر دارد، چی نیک باشد چی بد باشد. و در این مسئله تأکید کنید تا اید که هیچ کس از این اید سوء استفاده نکند. هم مردم صرفه‌کارانه دسترخوان هیچ کس منع نمیکند. اید منع نیست، ممنوع نیست، یا دسترخوان ایدی ممنوع نیست، اجازت هست. لیکن از روی انصاف، صرفه‌کارانه، اسراف نباشد. گپ سر همین میارد که اسراف نباشد. تمام. چرا که اسراف حرام است و بی‌برکتی میارد و همون آیله دیگر. این یک. و طرف دیگرش از توان خودش بیرون نکند. تمام احسان و خیر موافق توان انسان است. باید که از توان خود، یعنی خود رو زیری، قرضی، وزنین خجالت نکند. خداوند عزوجل عبادت ها را به درگاهش قبول فرماید و خداوند عزوجل همه عبادت ها ما خاص به خاطر خودش به درگاهش قبول بفرماید و روزگی خودش نصیب روزی همان بگرداند. و یکی از بهترین نعمتی که همتا ندارد این دیدار عزیز خودش هست. همه این عبادت رو خاص به خاطر خودش و با دیدار عزیزش همه ما و گذشتگان و آیندگان همه ما و شما و امت اسلامی رو مشرف و منور بگرداند. و خداوند عزوجل شفاعت حبیبش در اون روزی سختی که انسان بسیار در اضطراب است، شفاعت حبیبش حضرت محمد علیه السلام رو نصیب روزی بگرداند. و عبادت های شفاعت کننده است که قرآن که صاحب شفاعت میکند و شفاعت قرآن نصیب روزی بگرداند. و دیگر عبادتی که صاحب شفاعت میکند این رمضان است. پروردگار این رمضان امان رو و همه روزداران رو رمضانشون رو سبب شفاعتشون بگرداند. از خداوند عزوجل خیر و برکتی دائمیش رو تمنا دارم
ودعوكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا